محترم داملا حاجی محمد الله، از شما خواهش داریم که به سوال ما جواب دهید. در رویه حنفیه آمده است که در شاهدی دو شخص اگر زن تن و نفس خود را بخشد با او زندگی کردن ممکن است یا نه؟ سوال است، هم سوال هم جواب. خب در مذهب امام ابو حنیفه البته که حضرت امام اعظم حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دلیل کردگی است که در سه چیز شوخی نیست. سه چیز حزلی و جید است، جیدی و هم جید است. سه چیز، یکی کفر، دویم نکاح، سوم طلاق. این سه تا شوخی نداره. من استهزأ بالعلم والعلماء فقط کفر. کسی که به علم عالما استهزا میکنه، مسخره بازی میکنه، کافر میشه. کافر میشه. دویم نکاح هم شوخی نداره. زن به شوهر باشه، دو مرد در همجا حاضر باشن، بگه تن نفس بخشیدی، و زن بگه تن نفس من بخشیدم به همین فلان. این بگه که تن نفس خواستم و قبولش کردم بزنی. دو تا آدم شاهد شنیدن، تمام زنی هموش. این شوخی نداره. یا طلاق هم به شوخی هم که زنش طلاق کنه طلاق میشه. یعنی رسول الله گفته سه کار هست که حزل نداره، یا کافر شدن، طلاق کردن، نکاح کردن، یا شوخی ندارن، حتما واقع میشه. خب برای همین به این مسئله ها شوخی کردن درست نیست.